سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی کلینیک ثمر. امروز میخوایم راجع به موضوعی که خیلی وقتا از مراجعین محترممون میشنویم راجع به تعداد فولیکول ها، تعداد تخمک ها و تعداد جنین ها صحبت بکنیم. به طور کلی زمانی که یک خانم وارد سیکل اصطلاحاً تخمک کشی میشه توسط همکاران ما سونوگرافی میشه برای اینکه مشخص بشه وضعیت پاسخدهی تخمدان اون خانم به داروها چطور بوده. چیزی که خیلی مهمه اینه که همکاران ما زمانی که سونوگرافی رو انجام میدن اصطلاحاً بیشتر یک کیسه ای رو مشاهده میکنن که اگر بخوایم به صورت علمی بگیم همون فولیکول ها هستن و انتظار این هست که در داخل این فولیکول ها تخمک ها رشد کرده باشن. اما همیشه اون چیزی که مورد انتظار ما هست اتفاق نمیفته، به این معنی که ممکنه اون فولیکول ها یا همون کیسه هایی که توی سونوگرافی دیده میشن زمانی که خانم به اتاق عمل انتقال داده میشه و اون فولیکول ها تخلیه میشن داخلشون تخمک رشد نکرده باشه. پس این یکی از مواردی هست که ممکنه تعداد فولیکول هایی که توی سونوگرافی دیده شده باشه با تعداد به اصطلاح مجموعه ای از سلول ها که تخمک هم در داخل اون قرار داره متفاوت باشه. حالا اینکه اصلا تعداد فولیکول ها بعضی موارد ممکنه زیاد باشه، ممکنه کم باشه، خودش متأثر از عوامل مختلفی هست که حالا میتونه مثلا سن خانم، به اصطلاح نژاد و همینطور وضعیت ژنتیکی اون خانم، سبک زندگیشون، داروهایی که مصرف کردن و موارد مختلف دیگه‌ای باشه. اما زمانی که خانم به اتاق عمل انتقال داده میشه و اونجا اصطلاح تخمک کشی براش انجام میشه، موضوعی که به اصطلاح به بخش جنین شناسی انتقال داده میشه یک مجموعه از سلول ها هست که این مجموعه سلول ها انتظارمون این هست که در داخل اون تخمک هم وجود داشته باشه، اما همونطوری که خدمتتون عرض کردم همیشه این اتفاق نمیفته. خب موضوعی که مهمه اینه که ما حتما فقط میتونیم تخمک ها رو زیر میکروسکوپ ببینیم و با چشم غیر مسلح قادر به تشخیص و شناسایی اونها نیستیم. موضوع بعدی اینه که زمانی که این مجموعه سلولی تخمک به همراه سلول های اطرافش ما زیر میکروسکوپ میبینیم میتونیم تعداد این مجموعه ها رو بشماریم، اما همچنان نمیدونیم که در داخل این مجموعه ها آیا تخمکی وجود داره. اگر هم تخمکی وجود داشته باشه خودش میتونه این تخمک زنده باشه یا غیر زنده. تخمک های زنده خودشون دوباره شامل چند تا گروه هستن که این گروه میتونه شامل تخمک های بالغ و تخمک های نابالغ باشه. از میون تخمک های بالغ که قابلیت اینجکت یا همون میکرو اینجکشن را دارن، همه اونها کیفیتشون یکسان نیست. ما کیفیت خوب میتونیم داشته باشیم، کیفیت متوسط، کیفیت ضعیف و یا همونطوری که خدمتتون عرض کردم تخمک هایی که مرده باشن. پس اگر بخوایم این نتیجه گیری بکنیم این هست که تعداد فولیکول هایی که توی سونوگرافی دیده میشه همیشه با اون تعدادی که در زمان عمل از اتاق عمل به بخش جنین شناسی انتقال داده میشه یکسان نیست و در مرحله بعد اون مجموعه سلول هایی که تخمک هم در داخل اونها هست با تعداد نهایی تخمک هایی که قابل میکرو اینجکشن هستن دوباره الزاماً برابر نیست، خیلی موارد ممکنه کمتر باشه. سوالی که خیلی وقتا ما از مراجعینمون داریم اینه که همون روز عمل میخوام ببینن که چه تعداد تخمک دارن یا چه تعداد جنین دارن. به اصطلاح ما باید به این مراجعین عزیزمون عرض بکنیم که تا زمانی که ما اون مجموعه سلول های اطراف تخمک رو حذف نکنیم و این خودش زمانی رو به اصطلاح میطلبه که ما باید زمان بدیم به این مجموعه سلول ها و بعد از اون تازه برای خودمون هم کیفیت تخمک ها مشخص میشه، همون لحظه عمل نمیتونیم این تعداد رو به مراجعین عزیزمون اعلام بکنیم. پس نهایتاً
صحبت من این هست که عزیزانمون باید حتما یه مقداری شکیبایی داشته باشن. نکته آخری که به نظرم قابل ذکر هست اینه که زمانی که ما راجع به وضعیت و کیفیت تخمک‌ها و جنین‌ها صحبت می‌کنیم، بیشتر داریم راجع به اصطلاح شکل اونها صحبت میکنیم و هرگز به این صورت نیست که حتما تمام جنین هایی که ما از لحاظ شکلی به این نتیجه رسیدیم که کیفیت خوبی دارن، اینها حتما قابلیت ادامه رشد رو داشته باشن و برعکس اینکه بگیم اونهایی که احتمالاً از لحاظ ظاهری کیفیت خوبی نداشتن، اینها قابلیت رشد و در نهایت حاملگی رو ندارن. پس این حالت وجود نداره. پیشنهاد ما همیشه این هست، پیشنهاد تیم درمانگر همیشه این هست که ما به اصطلاح علاوه بر این که داریم نشانه‌های مختلف رو در نظر میگیریم و بهشون توجه میکنیم، راهکار نهایی این هست که ما کار رو انجام بدیم و نهایتا منتظر این بمونیم که ببینیم نتیجه به چه چیزی ختم میشه. اگر سوالی راجع به این موضوع داشته باشید میتونید حتما از ما بپرسید و همینطور ما در کلینیک هر روز هفته صبحها برای اینکه به سوالات شما پاسخ بدیم در خدمتتون هستیم. مرسی.